مهندس رفعت بفرمایید. آقا جون کارگر لازم نداریم. من خودم هم یه کارگرم. اصلا بیشتر به پول احتیاج دارم. مری جون بیا اینا رو بگیر ماشین کن. با دست نمیشه نوشت. خیلی خوب. جمونم تو با من ازدواج کردی که فقط کارای زیادی تو بندازی گردن من آره؟ ها قربون آدمی چیست؟ ببخشید آقا. 3 تا نامه داریم. این مال شماست. این 2 نامه سفارشیه. مال محسن سرکارگر شماست. بازم کاغذ از پدر. من کاغذ ندارم. نه خیر خانم. لاری بگو محسن بیاد. ابا منو میگن محسن مرزنجوش، کمک مهندس کارخونه تلویزیون سازی بلر، نه برگی چغنده. 100 دفعه گفتم این سیم باید اینجا وصل بشه و اگه اینجا وصل نشه اتصالی پیدا میکنه به چه. حالا فهمیدی یا بله فهمیدم بفرمایید. خب خوب فهمید. آقای کمک مهندس. مثل اینکه آقای مهندس شما رو میخواد. ابا چی میگی لالی؟ اول کمک مهندس. متشکرم. این یکی از اصفهانه. آخه مال مادرم خوب و این یکی هم لابد از اطراف اصفهانه. نه خیر از ایتالیا. ایتالیا؟ بله. من اونجا کسی ندارم. مادرم که مال اصفهانه، اما پدرم اونم که مال اصفهانه. محسن بالاخره این سمایی که از طرف کارخونه رفتی ایتالیا کار یاد بگیری با کسی دوست نشدی؟ چرا یه دوست پیدا کردم، اما همون رو جیبمو خالی کرد و زب بچاد. اینم که فرنگی نمیشه بیاد. آقای مهندس من 3 ماه اونجا بیشتر نبودم، فرنگی یاد نگرفتم. اما شما که 3 سال اونجا بودید زحمت برام بکنید. فرستندش مارچلوس. مارچلو؟ آره میشناسیش؟ مارچلو. آره شناختمش. سرکارگر هم کارخونه بود که من توش کار می‌کردم. همون روز که جیبمو خالی کردم این مارچلو دلش برام تو دست از جیبش اینقدر اسکناس در آورد هر قد بخوای بردار. منم چون زبونش بلد بودم همه چه برداشتم. بعدم هر کار کردم بهش پس بدم قبول نکرد. دلم می‌خواد یه روز تلافی محبتش درارم. آقای مهندس بخونش. فعلا کاغذ پدرم با جستر از مارچلو. برو چند دقیقه دیگه بیا تا برات بخونم. خیلی خوب. پس منم مال مادرم می‌خونم. نور چشم عزیزم محسن، انشالله که در کمال سلامت و عافیت بوده باشی. دوباره با 1000 زحمت دختر خوشگلی برای پیدا کردم. تو رو خدا 2 روزه بیا اصفهان عروسی کن و برگرد. میدونی اگه این دخترم از دست در بره چطور میشی؟ آره تا آخر عمر بیوه میمونی. بازم پدرم پول خواسته. نمیدونم کی بدهیش تموم میشه. براش بنویس من زن گرفتم، خرجم زیاد شده دیگه نمیتونم پول بفرستم. پدرمه. نمیتونم از خودم برنجونم. پدرمه. نمیتونم از خودم برنجونمش. آخه اون چه پدری در حق تو کرده که نمیخوای برنجونیش؟ اگه روز نمیشه بنویسی من خودم مینویسم. خودمون 1000 جور خرج داریم. صبر کن ببینم. نامه محسن میخونی؟ آره. مگه چی نوشته؟ مارچلو دوست محسن میخواسته با لوچیلا دختر رئیس کارخونه عروسی کنه، اما پدرش مخالفت کرده. لوچیلا هم قرار کرده چند روزی رفته تو خونه مارچلو قایم شده. حالا هم هر دوشون تصمیم گرفتن بیان ایران با هم عروسی کنن. خوب چیزایی تازه میشنوم. بقیه‌شو بخون ببینم. باید چی میدنی باشه. مارچلو نوشته برای اینکه پدر لوچیلا نفهمه دخترش با من فرار کرده من چند روز دیرتر به ایران میام، اما لوچیلا روز 25 سپتامبر ساعت 9 صبح به وقت تهران وارد فرودگاه میشه. 25 سپتامبر فردا میشه. باید به محسن بگی. بذار ببینم. از محسن خواهش کرده بره استقبال لوچیلا و خودش دوست مارچلو معرفی کنه و چند روزی مواظبش بشه تا اون برسه. بیچاره محسن اون که زبونش نمیدونه. نوشته لوچیلا تو ایتالیا کلاس فارسی دیده و محسن از این بابت هیچ ناراحت نیست. خب اینجا شو گوش کن. خیلی جالبه. نوشته چون پدر لوچیلا برای پیدا کردن دخترش $10,000 جایزه تعیین کرده، از محسن خواسته شب روز همه جا مواظب لوچیلا باشه که مبادا کسی اونو بشناسه و برای دریافت جایزه لوچیلا رو تحویل پدرش بده. $10,000 $80,000 تومان. به چی فکر میکنی؟ فکر میکنم چطور ما این پول صاحب بشیم. پولو؟ چجوری؟ فهمیدی؟ اینه که بعد تا بفهمی. داره ور میده. اگه بعد پول چیزی نمیده که.
این پیش سفتشون تا برم به دفتر یه ذره بزنم بیا. چطوره؟ خوب فکریه، عالیه. آقای مهندس حالا یه وقت دارین کاغذ منو بخونین؟ خوندم محسن، اما گاو زایده. من گاو ندارم. چرا؟ همون که ایتالیاست. مارچلو رو میگم. مارچلو؟ چی زایده؟ میخواد بیاد ایران با لوچیلا دختر رئیس کارخونش عروسی کنه. بارکلا. اما لوچیلا فردا وارد میشه. خود مارچلو چند روز دیگه. آخه چه خوب. اما چرا هر دوشون با هم؟ نمیدونم دیگه. فقط مارچلو از تو خواهش کرده چند روزی مواظب لوچیلا باشی که گم نشه تا اون برسه. اینم عکسشه. ماشاءالله. چشم قاره چه خوشگله. تو عرضشون تا صبح میرقصن. اما نوشته این چند روز نباید هیچ آشنایی به لوچیلا بدی. فقط به طور ناشناس هر کجا میره مواظبش باشه. چرا؟ بهش میگم من دوست مارچلو هم. نه. لابد مارچلو فکر کرده چون این دختر عسله ممکنه تو انگشتش بزنی. خیلی خوب انگشتش نمیزنه. بله بهتره. مگه نگفتی مارچلو تو ایتالیا بیاد خدمت کرده؟ حالا نوبت توئه که بهش خدمت کنی. باشه. مخلص مارچلو هم هستم. مثل سایه مواظب نوزدش میشم تا بیاد. گفتی چیچینا کی میاد؟ چیچینا نه، لوچیلا. لوچیلا. فردا 9 صبح مهرآباد. خودشون خودشه. خیلی معذرت بخوام. من کوری آقا بله مگه نمی‌دونی عینک سیاهم کورم دیگه کورم. ولش کن آقا کور خودت کسی نکن. برو ببینم چیکار می‌کنی. آره خودش فوکوش متر. بله بچه‌م بدونم. خانم با ماشین من میاد. نه خیلی با ماشین من میاد. تو چی میگی تازه اومدی اینجا مردنی؟ تو چی میگو گردن کلو؟ اصلا چرا با هم دعوا کنیم؟ خانم هر کدوم خواستن انتخاب بکنه. باشه. بله. خانم بفرمایید تاکسی من. بفرمایید. خانم سینیوریتا پر فاموره اندیامو پر فاموره اندیامو. شما ایتالیایی بلد هست؟ بله مادر بزرگم موزولینی بوده. موسولینی؟ بله موسولینی. فهمیدی؟ بفرمایید خانم بفرمایید. گم شد این مسئله گردن کلو. گم شد. لیز مواظب باشی نخوری لیز. نگفتم نخوری لیز. به موقعش حسابتو میاد. ببخشید شما فارسی از کجا بلد شد خانم؟ در ایتالیا کلاس فارسی کانم. بچه خوبه ایتالیا. خیالم راحت شد. خب شما هتل رفت یا مسافرخونه؟ یک هتل خوب. چاکرت بهترین هتل رو شناخت. الان شما رو به یه هتل برد که درست مثل موتل است. هتل کانتینانتال. اما اگه هتل خوب نبود من به پلیس شکایت کرد. خیلی خوب کرد. 5 تومن 2000 چه بیشتر جریمه نمیدم. بفرم. هتلش خوبه یا پلیس خبر کرد؟ نه خیلی خوبه. خیلی خوبه بفرم. هتلش خوبه یا اینکه پلیس خبر بکنه؟ نه خوبه. الحمدلله. گود مورنینگ مادمازل. گود مورنینگ بی گود مورنینگ. خانم خودشون مثل بلبل فارسی حرف میزنن. این خود فرنگی بلغور نفهمن. بله من فارسی بلد هستم. بله. اوه خیلی خوبه. مادمازل اتاق می‌خواستن؟ پس ساندویچ می‌خواستم. خب معلومه یه اتاق می‌خوام. یک اتاق با حمام. و مستراح فرنگی. تمام اتاق‌های این هتل حمام داره. با دلاک یا بی دلاک؟ هیچی. خب کاستم کنید. پلیز رایت بیارنی؟ باز زبونتون کج کردین که گفتم با خانم فارسی حرف بزنید. بسیار خوب شما تشریف ببرین خانم خودشون میرن اتاقش. بنده دستور دارم خانم تو اتاق خودشو همراهی بکنم. بفرمایید اتاق نمبر 35. لا 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 لا. باز که اینجوری حرف زدی. خب اینه مثل بچه آدم بگو اتاق زرتیفاید. زرتیفاید میشه خودم پیداش میکنم. بفهم پلیز. بفهم نخوری لیز. بی تربیت. بی تربیتونه که اون پشت وایساده. خودت میگم. بفرمایید آقا چه فرمایشی؟ ببخشید یه اتاق میخوام. ببخشید زن و شوهری؟ مسلمه. پس مادر و پسری؟ شناسنامه همراهتون هست؟ الان نیست. بعدم براتون میارم. نمیشه آقا.
متاسفانه تا شناسنامه همراهتون نباشه نمیتونم بهتون اتاق بدم. بسیار خوب، میریم یا هتل دیگه. یادداشت کن آدرس لوچیلا رو. روم خیابون 105 شماره 86. اینا خدا. اتاقش خوبه یا خودم چند تا پلیس خبر کرد؟ نه عالی هست. دیگه فرمایش نیست؟ نه. خداحافظ. ببخشید. بفرمایید. دست مادر نکرد. چاو. 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 بفرمایید داخل. چشم. خانم کجایی؟ من اینجا هست. بیا تو. اینجا چشم. میخواستم بگم که بایده بی حیات رو بگم فرموشون. شما چیکار داشت؟ هیچی میخواستم بگم شما فردا صبح با ماشین من خواست رفت گردش این ور اون ور. مرسی. من فردا رفت اصفهان گردش کرد، بعد رفت شیراز گردش کرد. خیلی خوب اینو زودتر گفت. خب چاو 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 زهر مار زهر بی حیای خفه که نشدی که نه جونم ما آدرت درد نکنه. بیا داداش این چهره خودت اینم انعام خودت. خیلی خیلی ممنون. قربون اگه بازم کاری داشتم خبرت بدم. باشه در خدمت هستم. به سلامت. خدا. وای پدرم درم تا بردمش تو هتل. نیست که جدن در جد راننده بودم. اما عوضش فردا خیالم راحت میشه. چطور؟ برای که خانم فردا رفت اصفهان گردش کرد، بعد رفت شیراز گردش کرد. خب مهم نیست، برات مرخصی میگیرم، برو دنبالش. برم دنبالش؟ مگه من میتونم یه راننده باشم با تاکسی عالیه برم دنبالش اصفهان و شیراز؟ میتونی راننده نباشی. پس خواننده باشم؟ نه معمولی همینطور که هستی، بدون عینک و کلاه. ناشناس. یا بالا تو یه نقشه حسابی واسط بکشم. مثل که آقای مهندس شما غیر از این که مهندس الکترونیک هستی انگار مهندس الکترو حقوق ثواب کردن هم هستی. تو فقط هر کاری میگم بکن، به بقیه چیزاش کاری نداشته. چشم. غذای هتل خیلی خوبه، بهت قول میدم. یه ساعت دیگه بید. اما نه امروز گشتم 2 ساعت دیگه بید. ساعت 4 هم خوابم همون بخار ورشم. این چیه می‌خواد همون بخار ورشم. خوش به حالش من. زمینش خیلی خوبه، دونب شد. گفتی دونب شه؟ بله بعد از نهار بریم نشونتو میدم. سلام خانم. سلام. ما دیگه مشتری شما شدیم و هر روز میام اینجا غذا. جان. با اجازه. چی میل داری قربان؟ صبر کن تا بهت بگم. خواهش میکنم بفرمایید. هنوز اتاق پایین نیومده. گرسنش که بشه میاد پایین. میشینیم تا بیاد. انگار اومدش. خودش است که من دارم عوض نمی‌کنم. خودشه. به همین زودی قیافه شدت رفت. چه خوشگل شده. آره جدا خوشگله. خب بقیهش؟ بی خود دعوا نکنین، بقیهش مال مارچلوست. آقای ظاهربین غذاتون سرد شد. من اصلا سیرم غذا نمیخورم، اینقدر حرف نزن. از اینا فراوونن. مثل این معامله زمین باشید، بکر و باکره. اینم باکره. ببینم. بله قربان. این خانم خارجی کی اومده اینجا؟ همین امروز قربان. اسمش چیه؟ ببخشید قربان، هنوز نمیدونم. برو تحقیق کن ببین اهل کجاست، چه زبونی هم میدونه. بیا اینم انعامه. برو. متشکرم قربان. چشم. این پیره بعد جور رفته تو نخل لوچیلا. مهم نیست، تو فقط باید مواظب باشی گم نشه. اگه پیره قریزت بردش یه جایی من جواب مارچلو چیزی بدم؟ همچین ارزه‌ای نداره. این پیره معلوم از اون ختماست. چشمشو نگاه بکن. قربان اون خانم ایتالیاییه و اسمش هم لوچیلا. لوچیلا؟ بله قربان. کجا داشتید ببرید؟ تکلیف زمین چی میشه؟ معاملهشو براتون بکنم. من اصلا زمین نمیخوام، برو برای خودت معاملش کن. بفهم. دیدی رفت بلوش؟ صبر کن ببینم چی میشه. مگه میشه صبر کرد؟ الان قرش میزنه. آخه پیریه کنگر خورده لنگر انداخت. راست میگه بد جوری شد، مثل کنه بهش چسبیده. من که میگم مهم نیست. چیه مهم نیست؟ این دختر پیش من امونت است. ببین چجوری داره میخوره لشا؟
مشکلی که بیاد. این چرا هی خودش میجنبونه؟ چیز مهمی نیست. بازم چیزی نیست؟ پس بفرما چیه؟ چه مردنی بعد از بیا اینجا ببینم. بله قربان. اون آقا پیر میبینی اونجا نشسته؟ میبینیش؟ آها آقای زاهدی نمیشه. آره بیا همون زاهدی نه. همین الان تلفن میخواستشون. برو بگو تلفنشو وارد چشم قربان. خیلی ممنون. آره چرا زیر میز داره میره؟ والا نمیدونم. بعد جنس خارج اون یه چیزی رو نگاه کنه. ببخشید. الو این چه قطعه؟ کی منو میخواد کنم؟ والا کسی شما رو نخواد. آقای ظاهری خیلی معذرت میخوام یه عرضی داشتم. خواهش می‌کنم بفرمایید چون من عجله دارم. میدونم میخواید دوست بری پیش خانم لوچیلا بشی. مگه شما اون خانم میشناسید؟ بله میشناسمش. چون میدونم میخوایم باهاش دوست بشین خواستم یه اطلاعاتی بیشتری بدون بدم. خیلی از شما متشکرم. دختر خوشگلیه نه؟ بله. ولی حیف که یه عیبی داره. منم وجدانم قبول نکرد به شما نگم. چه عیبی داره؟ دختره مثل هلو پوست کنده میمونه. درست پوست کنده. اما بیچاره یه ناراحتی داره که هر چی هم معالجه کرده هنوز خوب نشده و تو حدودی هم دختری خطرناکه. دختره مثل ماه شب 14 میمونه. چه خطری داره؟ چجوری بگم؟ درست مثل ماه شب 14 میمونه اما یه نوع بیماری روحی داره که شما باید کاملا مواظب خودتون نمیفهمم. باشید. دختره مثل الماس داره میدرخشه. چه بیماری روحی؟ والا خجالت میکشم بگم اما از یه طرف هم دلم برای جوونی شما میسوزه. بگو حرف بزن تو که من از وحشت داری میکشی. میدونی این دختره چه مرضی داره؟ ها چه مرضی؟ مرض نه نمیگم بچه ناراحت میشه. باید بگی تا نفهمم من که تکونه میخورم. خیلی خوب میگم اما خواهش میکنم ناراحت خیلی نشینا. فقط فکر خودت خیلی خوب بگو ببینم چیه. میدونید اصلا ولش کن بیا اینجا تا حرفتو نظری نمیذارم من که تکون بخوری. خیلی خوب باد میگم. ببین آقای زاهدی شما این دختره رو بگردین همه جا با همه خوش باشین حتی میتونید باشم ازدواج کنید اما فقط مواظب چشماتون باشین. مواظب چشام باشم؟ چطور مگه؟ دختر تراخم داره؟ کاش تراخم داشت. میدونی چه مرضی داره؟ بابا غلط کردم. باز داری بیا منو نفل قوم کردی داری میری؟ پس قسم بخوری ناراحت نشی. قسم بخورم به جون 6 تا بچه‌م قسم بخورم. آقای زاهدی وحشت نکنین این دختر ظاهرا آروم بی آزاره اما در باطن جنون داره. چه نوع جنونی داره؟ مثلا نشستید با هم غذا بخورید که جنونش بود میکنه و با هم کاسه چنگال که دستشه جفت چشماتون از کاسه در میاد. میکنین اونجا که دیگه کاسه چنگال نیست نه جفت چشماتون رو با ناخوناش در میاد. البته نه همیشه بعضی وقتا فقط مواظب چشمان خودتون باشید. نه من دیگه غلط میکنم با این دختر حرف بزنم. حیف دختر به این خوشگلی مردشون ریختشو ببرم. آقا جون از اطلاعاتی که من دادی خیلی متشکرم. من وظیفه وجدان نه خیلی متشکرم قربونتم میرم. ببینم حالا من چجوری از اینجا در برم که من در اینجوری هم نیست آقای زاهدی. گناه داره بری سر میزش بشینی تنش نگذاری. نه ببینید آقای محترم من این دو تا چشمو از تمام دخترای خوشگل دنیا بیشتر دوست دارم. شما اگه دلت بسوزه خودت برو. من غلط میکنم برم پلوی ماده فرنگی بیا باید زد بچم. چی شد؟ حساب میزی کردی؟ بله خیلی وقت از زودتر بیا بریم همون زمینه رو معاملهش کنیم. آقای زاهدی اقلا باش خداحافظی بکنید. از طرف من شعور باش خداحافظی کن. بدو تو باداش تو بگم پرکرد و درم. بلند شو ببین کجا میره. ببخشید من فردا کاس رفت اصفهان گردش کرد بعدم رفت شیراز. چی کار باید کرد؟ هیچی خانم همین الان یه بلیط هواپیما یه میلیون. نه با هواپیما نه من کاس همه جدید با اتوبوس رفت. خیلی خوب. اتاق شما در هتل محفوظ بمونه؟ بله من بعد از یک هفته برگشت. الان TBT؟ ببخشید برای فردا صبح اصفهان جا داری؟ البته صندلی جلو باشه. صندلی شماره 1 به نام خانم لوچیلا. بلیط برای شما رزرو شد خانم. مرسی. فردا صبح با TBT میره اصفهان. صندلی یکم براش رزرو شده. من الان تلفن میزنم صندلی 2 رو برای تو رزرو کن. برای من برم اصفهان. بغل دستش میشینی و به طور ناشناس سر حرفو باش باز میکنی. همه جا باش هستی تا برگرده. میشه. خدا آخر آقاتون بخیر بکنه. بر پدر این مارچلو لعنه. چه مصیبتی برام درست کرد. من میرم به TBT تلفن بزنم. خانم خفه شدم لوله دودکش رو اون طرف بکنید. دودکش چی هست؟ دودکش یعنی لوله اگزوزتون. اگزوزم که همه. خانم شما ماشین دودی رو انداخته اید؟ ماشین دودی چی هست؟ ماشین دودی یعنی شما دارم از دود سیگار شما خفه میشم.
خب تقصیر من چی هست؟ تو اتوبوس استعمال دخانیات ممنوع خانم، فهمیدی؟ استعمال چی هست؟ استعمال کردن دیگه. من چرا یه سیگار استعمال کنم که شما بفهمید؟ خانم جون شما جوونی، اصلا دخانیات برای شما خوب نیست. دکانیات چی هست؟ عجب گرفتاری شدین. دخانیات یعنی سیگار، توتون، کوه، زهرمار، تریاک، شیره، چپق. چپاک چی هست؟ لا چپق یه چیزی از این دراز اینقدره میزن دهنشون. فهمید موز. موز؟ عجب گرفتاری شدم. چپاک یعنی پیپ. بله درست. پیپ هم یعنی بچه چپق. بنویس کلاس باز کردم. ببخشید آقا سیگار خدمتتون شما. خیر آقا بنده دودکش نیستم آقا، ایشون سیگار دارن. سیگار؟ بفرمایید. متشکرم خانم آقا. چی بگو؟ کاهش دارم. دودکش هم دو طرفه شد حالا. خدا به پای همگیره پیرتون بکنه. خدای عقل حسابی هم به تو بده پیر من. شما کجا کار کرد؟ من رفت اصفهان گردش کرد، بعدم رفت شیراز گردش کرد. اوه چه خوب. منم رفت اصفهان گردش کرد، بعدم رفت شیراز گردش کرد. خیلی خوبه. من تنها از شما اصفهان شیراز به من نشان داد؟ باشه منم تنها از همه جا به شما نشون داد. یه کارش میکنیم. مرسی. اسم من هست لوچیلا، ایتالیایی. لوچیلا؟ اسم منم هست محسن، اصفهانیایی. مسهل؟ موسل نه محسن. منم که گفت مسهل. باز گفت موسل؟ ده دقیقه اینجا استراحت میکنیم. چای مهمان تیبتی است. مسهل اینجا چی هست؟ اینجا قهوه خونه است، باید چای خورد. اسم قهوه خانه چی هست؟ چی میدونم قهوه خونه قنبر. قهوه خانه چنبر. به من چه چی میخوای بنویس؟ بنویس خیار چنبر. بفهم پیاده شد. نهار کجا باید بخوریم؟ ایستگاه بعدی، البته مهمون جیب خودت. جای با شفایی آقا. بله قرص ها خورده. ببین آقا مسهل بیا مسهل. آقا من میخوام اینجا چای بخورم. لا مسهل اینجا خیلی قشنگه. باز گفتی مسهل؟ اسم من محسنه. خب مهم نیست. چرا خیلی مهمه. محسن نمیشه خورد، اما اگه مسهل رو بخوری نمیفهمی چه بلایی سر میاد. ببخشید آقا بازم خواهش میکنم آقا یه سیگار دیگه به من بدید آقا. بنده یه دفعه عرض کردم آقا دودکش نیستم آقا. سیگار؟ خیلی ممنونم خانم آقا. خیلی متشکرم خانم آقا. خیلی ممنونم. بنده خدابنده آقا. خدابنده آقا. خوشبختم بنده خدا. خدابنده آقا. چه فرقی میکنه؟ جهلی خواجه. اسم من محسنه. اسم خانم لوچیلا. لوچیلا. خدا به پای هم دیگه پیرتون کنه آقا. آقا بشین که چایه با هم عروسی کردید آقا. بله وقتی شما رو نگاه میکنم به یاد جوونی های خودم میفتم آقا. تجایه عروسی کرده بودم و با یه جوونم که حالا دیگه نیستش مثل دو تا کبوتر بالغ تو کامونه به هم میمالیدیم و بقبقو میکردیم آقا. بقبقو. ما بدون بقبقو کار خودمونو میکنیم. شما فکر بقبقو خودتون باشید. من دیگه بقبقو ندارم. بقبقوی من پرید رفت. هر وقت تو کبوتر میبینم شاید هم میشینم و بقبقو کردن اونا رو نگاه میکنم تماشا میکنم. هر وقت کاشون رو به هم میمالن لذت میبرم. وقتی بقبقو میکنن از خوشحالی گریه میکنم. خواهش میکنم آقا جوانی و شادابیتون زود از بین میره آقا. تا وقت دارید اونچه که میتوانید بقبقو کنید آقا. زود باشید بقبقو کنید آقا. بقبقو کنید آقا. بقبقو کنید نکاتونو به هم دیگه بمالیم. آقا ما نوک نداریم. اولش دماغاتونو به هم بمالیم بعدش هم بقبقو کنیم. بقبقو. اول دماغ بعد بقبقو. آقای بقبقو بقیه بقبقو بذارید تو ماشین کارشو بکنید. آبرمون رفت. بریم سوار بشید. یاد اومدیم آقا. یه بقبقو بجایی نشان داد. گالیاپو نه آلی قاپو. چرا پس بله علی گاپو. شما علی گاپو نشان داد. بقبقو یعنی چشم. بعدم مسجد شاه نشان داد. اونم بقبقو. بعدم مینا جنبان نشان داد. بازم بقبقو.
خیلی داره زبون خودم یادم میره کفتری میشه. برفره لعنت آقای بنده خدا چه زبون کفتری یاد من دادی. شما فارسی کجا بلد شد؟ در دانشگاه روم فارسی یاد گرفت. فارسی، انگلیش، فرنچ. باره چلا بقبقو، باره چلا. شما چند زبان بلد هست؟ غیر زبون خودم 2 تا. زرگری و کفتری. خیلی مشکله. بقبقو، بقبقو، بقبقو. باری کلا آفرین زنده باشی آقا که نصیحت منو فراموش نکرد. آفرین باری کلا بقبقو. شروع کنید با اون نصیحت کردن رو برم. کیف من کو؟ موسل. باید گفت موسل؟ چی تا شده؟ کیف منه. مال من نیست، گم شد. کیفتو گم کردی؟ کجا گذاشتی؟ انگار دست بود از اتوبوس اومدی پایین. بله فهمید. کیف آنجا گذاشت. پول من همه در کیف بود. پولات همه تو کیف بود؟ ای داد بیداد. آقای راننده بی زحمت نگه داریم. وای خدا نیست. اینجا شنید؟ نه خیلی. باید گم شده حتما بردن. کجا گذاشتی تو آخه؟ اینجا موسل اینجا. باید گفت موسل. لا اله الا الله. خلاصه کیفو بردن. اما اینجا که دوز پیدا نمیشه که آخه. یعنی میخوای بگی یکی از مسافرها برداشته؟ من اینو نمیخوام بگم. اما میدونم دهاتیام هیچ وقت دوز نمیشن. من باید رفتی رو. مگه شما نمیخوای اسپان شیراز گردش کرد؟ چرا ولی پول نداشت. خیلی خب من به شما داد. متشکر هستم. گناه داره دیگه. اما زیاد نداشت. فقط به اندازه 2 روز اصفهان 2 روزم شیراز. متشکر هست. شما به من داد، بعداً پاپا به شما داد. خیلی خوب من به شما داد، پاپا به من داد. اما یه چیزی از مرغ و جوجه سرخ کرده و بوقلمو و فیل کباب و بیفتک و میشل استرگوف و زهر مار و کوفته چیزا خبر نیست. پول کم هست، باید غذا کم خورد. همین فقط نون و پنیر و ماست و سبز خوردن و ماست و خیار و تاس کباب و این چیزا. بعضی وقتا گوشت گوش کوبیده. هتلم هتل درجه 3. خیلی خوب موسل. خیلی باز خوب. گفت موسلا کیف پیدا شد آقا. چیه پیدا شد؟ تمام تقصیر شما آقای کفتر میرزا. تقصیر منه؟ بله هی ما رو کفترمون کردید. بقبقو چیز رو برداشتن بردن. بیا بریم همشه. بفهم. سیگار منم تو کیف شما بود. یه پاکت سیگار برای من بخرینو. سلام خسته نباشی عباس آقا. خیلی خوش اومدید. بفرمایید آقایون. آقا ما میخوایم 2 روز اصفهان بمونیم بعد بریم شیراز. بفرمایید تو دفتر تا بهتون عرض کنم. ببخشید آقا مسافرانه ارزون قیمت کجا سراغ؟ بفرمایید تو دفتر تا بهتون آدرس بدم. بفرمایید. دستشون ندارم. خب آقایون دیگه خدا. به سلامت آقای بقبقو. چون من دیگه شما رو نمیبینم خواهش میکنم یه سیگار به من بدید. بیا آقا این پاچه خیلی رفتن بگی شهر رو بگم. ممنون خداحافظ شما. خداحافظ شما. سلام حسین. سلام علی بیغم حالا چطوره؟ اینجا چیکار میکنی؟ کار میکنم درس اومدی اسپان. والا من به پام چجوری بهت بگم؟ خلاصه خانم فرنگی آوردم اصفهان و شیراز بهش نشون بدم. فهمیدی؟ بس دیگه انقدر نگاش نکن. ببین محسن جون مادرت با 1000 زحمت دختر رو پس پیدا کرده. نکنه با این همچین عروسی کرده؟ نه تو ببین من فقط مواظب بشم. الان میرم خونه هم مادرم میبینم هم دختری که برام پیدا کرده است. همین 2 شبا کرایه مسافر خونه نمیدم. ببینم تاکسی ارتون تست یا درشکه؟ تاکسی 5 ریاله درشکه. درشکه 3 یه درشکه 3 بدیم. بدیم. ناله جو قربونت برم محسن جون. سلام خوبم. سلام آبادی خوشگلم قربونتون برم. محسن اون دختره کیه؟ این لوچیلا هم سفری منه. سلام مامی. بیا جلو. سلام. این مادری منه، اینم آباجی منه. خوشبختم. خاک بسرم صورتم احتیاط پیدا. کجا میری؟ میرم آبش بکشم و برگردم. این درجه باید مسافر خونه. مادر یه دختر خوب واسه زیر سر گذاشته. یه دختر نجیب و سربرا که لنگه نداره. خیلی هم خوشگله مثل قرص ماه میمونه. زهرا خانم. بالا. سلام. سلام. سلام علیکم. حالش ما چطوره؟ مثل خیلی خوبه. ننشم خوبه. پسکی دخترم روش نمیشه با شما حرف بزنه. خب ما باید مسافر خونه. به مادرم بگو وقتی از شیراز برگشتم یه سر بهت میذارم میرم تهران. باش. راستی ببین مزنین دختره چند است. مهرش بالاتر از 1000 نباشه. خیلی. خداحافظ شما. خداحافظ شما. به سلامت. به سلامت داداشی. اینم هتل سیروس همینجا نگرش دار. بیا پایین خانم. بفهم. بده من. ببینم گفت اسمش چی بود؟ لوچیلا. آخه لوچیلا هم اسم شد. چیکار کنم؟ خوبه یه اسم ایرانی براش بذارم. اسم من برای چیکار؟ آخه من باید شما رو تو هتل زن خودم معرفی کرد. زن تو؟ نه که نه. ما که پول نداریم 2 تا اتاق اجاره بکنیم. مجبوری توی اتاق چپ لالا چپ. همشیر استرس من خیالت راحت باشه. من تو کمد رفت خوابید شما در کمد قفل کرد. فهمی؟ بابا یعنی بیا تو. سلام علیکم. یه اتاق برای 2 شب میخوایم. 2 تخته میخواین؟ نه یه تخته.
بسمونه میچستیم به هم. آخه ما تازه با هم عروسی کرده ایم. خواهش میکنم اسمتون رو بریم. اسم زنم لوچیلاس، اسم منم محسن. ببخشید محسن. اسم زنم بهم گفته منم عادت کردم. محسن مرزنجوش. شناسنامه همراهتونه؟ بله تو چمدونه. نه لازم نیست. بذار شما که دروغ نمیگید. خواهش میکنم. برارم دیگه. ببرشون اتاق 23. چمدونشون هم ببر. بریم زن عزیزم. بفرمایید اتاق شما. فرمایشی نداری؟ نه به سلامت. بیخواه فکر نکن من اینجا نخوابید. میرم این تو اینجا توالت نیشه خوابید. زیر تخت زیر تختم جا خوابیدن نیست. میرم این تو بخواه. خب تو کمودم نمیشه برام کوچیکه. پیدا کردم. من اینجا تو بالکن خوابید، شما تو اتاق روی تخت خواب. این پردم تا صبح چشید. خیلی خوب. بله خیلی خوبه. فعلا برم برای شکم فکر غذایی بکنم. ساندویچ میخوریم؟ اوه نه موسیل، من امشب رستوران غذا کن بعد پاپا به شما داد. خیلی خوب باشه، چون دفعه اوله ظرف رستوران خورد بعد پاپا داد. اما این رستوران اول آخرت باشه. اوه نه 2 دقیقه صبر کرد، من لباس عوض کرد بعد آمد. برو تو عوض کرد منم صبر کرد. موسیل من حاضر شد. خیلی خوب بفهمم رفت رستوران. سلام عرض می‌کنم. سلام. اومدم نهار بخورم. البته اگه اون نباشه. کی؟ دختر خارجیه، ایتالیایی رو میگم. آها نه خیر، ایشون امروز تو برای چند روز رفتن اصفهان و برگردن. خب الحمدلله. خدا میدونه تو اصفهان چشم کدوم بیچاره رو در بیاره. خانم من جای شما بودم دیگه این دختره رو تو این هتل راش نمیدادم. چرا آقا؟ اتفاقا دختر معقول مؤدبی. به ظاهرش نگاه نکن خانم، این دختر دیوونه است. حالا 5 تا چشم خواسته در آورده. اصلا از قیافش معلوم بود. ببین آقا، شنیدم بود دختر خارجی رفته اصفهان. بله با اتوبوس. من خودم بردمشون TBT. بیچاره اون بدبختی که رو صندلی بغل دستش میشینه. اتفاقا یکی از دوستای شما نشسته بود. آه؟ همون آقایی که دیروز اینجا با شما حرف میزد. اونم نشست بغل دستشون و رفتن اصفهان. کدوم دوست من؟ همون آقای اصفهانی که به من گفت به شما بگم تلفن شما رو میخواد. فراموش کردین؟ آها درسته. وقتی رفتم تلفنم برداشتم دیدم کسی نیست. پس اون تلفن دروغی بوده. اون ناقلای گردن کلوف به من حقه زدی که خودش دختره رو ورداره بره. پدرشو در بیارم. اگر مرغ بشن به هوا برن، آهو بشن به صحرا برن، ماهی بشن به دریا برن، میجورمشون. به من میگن ظاهر بی. حالا وایسا و ببین. خب دیگه عزیزم خداحافظ. صبر کن ببینم. چیه؟ چی رو خداحافظ عزیزم؟ این مسافرت اصفهان یوها از کجا پیدا شد؟ من نباید علتشو بدونم؟ علتش از ایناست جونم. یه معامله خیلی خوبیه تا پول توش نباشه که من قدم بر نمیدارم قرونی شکلت برم. خب این معامله چی هست؟ یه که زمین مرغوب به کسی نگیا. از وقت که کارخونه ذوب‌آهن اصفهان درست شده زمینای اصفهان قیمت طلا رو پیدا کرده. 2-3 روزه میرم و برمیگردم. خب از این تیکه زمین چیزیش هم به من میرسه؟ از این تیکه نه، چون این دو نبشه فقط به درد خودم میخوره. اما اگه بخوای یه تیکه 10,000 بتی جدا به اسمت میخرم. بخرم دیگه سوال نداره، خودت باید وظیفتو بدونی. شش قربونت برم. میخرم. خداحافظ. بارا نمیگن از زیر شب شب. برو بادم جون بم آفت نداره. خداحافظ عزیزم. کیلومتر به یاد تو ازم فدات بشم. آره تو بمیری، تو گفتی و منم باور کردم. درست بیشتر طول ندی ها. شش بسیدم. بای بای. خداحافظ. اینجا سیاسپوله. خیلی قشنگ هست این سلسله بول. سلسله بول نه، سیاسپول. اینم آلی قاپوه. این چقدر قشنگه؟ گاپو آلی. گاپو آلی نه، آلی قاپو. آلی کپو. بازو آلی تاپو. ده برو دورش که چی مردنی. ده برو دیگه.
اینم هتل شاه عباسه. دیگه چی میخوای؟ خیلی قشنگ. متشکرم. خیلی خوب باشه. آقای گارسون بیا اینجا. حسابمون چی میشه؟ بفرمایید. 2 تا چای 20 تومن؟ ناراحت نشو موسل. بس پاپا داد. خیلی خوب بلند بریم. پاپا داد. معلوم که داد. این گرد هست؟ بله گرد سلطانیت خیلی هم خوبه. الان که چرا 1000 تا جعبه نخرید؟ رفتن چپالا. ببخشید پاسبان، دفتر تیویتی کجاست؟ بفرمایید تو چهارراه. متشکرم. ببخشید آقا، با سرویس پریروز از یه خانم خارجی با یه مرد ایرانی اصفهان پیاده شدن یا مستقیم رفتن؟ اجازه بدید. اسم اون خانم؟ لوچیلا. درسته. خانم لوچیلا به اتفاق علی محسن مرزنجوش اصفهانی هر دو اصفهان پیاده. متشکرم. نفهمیدید کجا رفتن؟ والا سراغ یه هتل ارزون از من گرفتن. منم گفتم برید هتل. خیلی متشکرم. چه دفعه برید؟ آقا ببخشید، تو مسافراتون ببینید خانومی به نام لوچیلا دارید؟ لوچیلا؟ بله. بله داریم. با شوهرشون تو اتاق 23 هستن. اما فعلا رفتن بیرون بگردن. با شوهرشون توی اتاق؟ بله چطور مگه عیبی داره؟ نکنه کرکی تو کارشون؟ نه، اونا از دوستای من. خواهش کنم یه اتاق نزدیک اتاق اونا من بدید. بیچاره‌تون می‌خوره. پدرتون در میاره. روبروی اتاق اونا اتاق سر بله. خالیه. خواهش می‌کنیم برقرار کنید. چشم. اما اونا نفهمن من اینجا هستم. می‌خوام یه خود اذیت کنم. یه پدری ازش درم که خودش حس کنه. آقای زاربین چمدون دارین؟ بله یه نفر برو اونا رو بیار. بیار. چشه؟ ای کوری. خب به باز گردن کنو ببین چجوری لقمه رچنگ من درو. اون وقت به من میگه دختر خطرناکی یهو چشه رکاسه در میاره. اما برای خودش هیچ خطری پدر به در میارم. ببینم آقا اینا چه وقت برمیگردن؟ صبح میرن شب برمیگردن. دیگه فضلش نه خیر. بذار یه دیدی بزنم. شب چه ساله تا صبحم شدم که میتمرگم تا بیام. شما رفت اتاق. من باز رفت از دوستم پول قرض کرد. دیگه برای شیراز پول یخ. مرسی موسل. پاپا داد. بله میدونم پاپا داد. منم فعلا رفت کت و شلوار گرو داد تا بعد پاپا داد. خدا موسل من خیلی گرسنه‌ام. زود برگشت. فهمید موسل؟ آره فهمیدم. تموم اصفهانی‌ها فهمیدم من موسلم. اسم یارو بزدله. زهر ما رو ای خدا جونم انگار اومدش. چرا تنها اومده؟ پس شوهر غلابیش کو؟ بهتره تا سرخر نرسیده برم تو اتاقش. پیش خدمت هست بادباسه؟ بفهمید. جانم اجازه دخول صادر شد. سلام لوچیلا. شما؟ من فکر شما پیش خدمت هست. من هم پیش خدمتم هم پیش برکت میشم من. شما چرا آمد به اصفهان؟ من آمد اصفهان گردش کرد بعد رفت شیراز گردش کرد. چه خوب. منم اصفهان گردش کرد بعد رفت شیراز گردش کرد. قربون گردش کردنت برم الهی فدات بشم من. من نفهمید شما چی گفت؟ هیچی گفتم عشق شما من کشون به اصفهان. یادم نه هم لبات میترکه. شما از مرد خیلی کندیدم. نمیدونم کجای من خنده داره؟ دماغ شما. دماغم؟ آها با همین دماغم بود که بو کشیدم تا اسلام پیدا کردم. من فکر شما از گوبه. آره عزیزم من گربم. مو یه ماچ بده عمو. مو یه ماچ بده عمو. شما خیلی هست با حرارت. عزیزم حرارت من هیچ تنوری نداره، مخصوصا وقتی چشمم به یه زن خوشگل میافتم دلم میخواد ببوزمش. بیا جلو جونم.
منم زود چشای شما رو در آقا نکنه اون اسفحانی راست گفته باشه. پس چرا چشه اونی که باش روی تخت خواب میخوابی در نمیاری؟ مسهل مرد خیلی آروم. من اینجا خوابید، مسهل توت راست خوابید. رو بالکن؟ آره تو ببینی، تو گفتی و منم باور کرد. یعنی این پسر گردن کلوف دیشب توی اتاق نه شما رو بوسیده نه روی تخت خوابیده. اینجای بابای دروغ. شما گفت دروغ. لعنت خدا. پس اگه راست بگی چرا دو اتاق اجاره نکردی؟ مسهل پول کم داشت، منم پولمو دزد برد. آخه چطور ممکنه یه گردن کلوف با یه همچین تیکه توی اتاق روی تخت نخوابه؟ چی گفت شما؟ هیچی. گفتم مسهل خیلی مرد خوب و نازیه. من کاس رفت رستوران غذا خورد. شب بخیر. باشه. منو بیرون میکنی؟ بله. خیلی خوب میرم ولی باز دوباره برمیگردم. به محسن نگی من اومدم یه که قربونت برم. باشه نگو. خداحافظ. قربون اون چاچا گفتنت برم الهی خوابم. من امشب باز با چینایی میگم. با هزار زحمت باز تونستم یه خوب کنم. یه ساندویچ پنیر حلوورده برات استدم. نمیدونی چقدر خوشمزه. پولش هم از بابات نمیسونم. شما یه لقمه خورد. من امشب باید اینجا بمونم و خواهر و برادری اینا رو ببینم. دلم میخواد این گردن کلوف بلند شه بالکن بیاد روی این تخت خواب سراغ این دختره. کاری میکنم کارستون. زود باش رفتم. بسی که اومدم. خیلی خوبه مسهل. معلومه ساندویچ پنیر حلوورده تو همه دنیا معروفه. مسهل یه ساندویچ پنیر حلوورده دیگه خواست. نه دیگه زیادیت میشه دل درد میکنه. حدسی کمش خوبه. فهمیدی؟ زودتر خورد کرد بعد چپلا رو کرد صبح زود باید رفت شیراز. او شیراز رفت؟ آره دیگه. آه نه. چرا؟ من هنوز میلاد جنبون ندید. مولار جنبون؟ دیگه پول نداریم وایسیم اصفهان. مولار جنبون خیلی دور از شهر اصفهان است. باید کلی پول ماشین بدیم تا بتونیم بریم اونجا مولار رو بجنبونیمش. زود باش بگی بخواب. شب بخیر. به من چیکار کرد؟ چه عرض کنم خر شدم. من شما رو دوست داشت اومدم اینجا شما رو نگاه کنم تو تله افتادم. این بچه الان مسهل صدا زد و شما کشت. نه تو رو خدا این کارو نکنی. من بدون مسهل کارم خراب شده. الهی که قربون رو قد و بالات برم. در اتاق باز کن من برم. قول میده بعضی غلطا دیگه نکن. چه خاکی به سرم شد. لوچیدا چه خبره؟ تو برو اونجا این بگید اینجا. تو رو خدا نگو من اینجا هستم. خب گفتم چیه؟ ناخلا اینجا چیکار میکنی؟ صبح بخیر آقا. صبح بخیر. خیلی زود تشریف می‌برید. بله بی زحمت صورت حساب. آقای ظاهربین دستور دادن پول از شما نگیریم. شما مهمون ایشون هستید. همون پیر من؟ بله. خدا سایشون از سرمون کم نکنه.
مسافر این اتاق تو دوان هموم این اتاق مرده. محسن بیچاره اون پیرمرد دوان همون کافه شد. نه ترس همشیره، اون پیرمرد نمیمیره. این پیرمرد که من میبینم آبم از سرش در بره خفه بشو نیست. خلاصه خب چه زندونش کردم. اگه 10 تا آدم کشته بود همچین زندونی گیرش نمیمه. ببخشید آقای سیگار خدمتتون شام. بله بازی آقای بقبقو؟ بله شما هم شیراز تشریف بله آقا. من همیشه در مسافرتم آقا. میخوام این آخر عمری خوش باشم آقا. سیگار چی شد؟ بله آقا. دیگه خرجی نداره آقا. بله سیگار که مفته آقا. بله تی بی تی هم که مفته آقا. بله حتما. لابد شام و نهار هم مفته آقا. ولی همیشه کبریت میخرم آقا. راستی شما این 2 روزه در اصفهان با خانم خوب بقبقو کردی؟ بله آقا. از شما چه پنون چند تا بچه کفترم پیدا کردیم آقا. اینجا آباده، اما چیز خریدنی نداره، فقط چای قنپلو داره. محسن اونجا چی هست؟ به حق اسم اعظم بستم نیش کمار خطرناک و بستم دمت را سمت را. اونجا معرکه چجوری حالش میکنن؟ یه بریم شما اونجا رو دید، ما که همه چیز نشونتون داریم. معرکه ما رو ولی هر کی دلش میخواد و نمیترسه میتونه همین الان که دمشم بستم امتحان کنیم. امتحانش مجانی، جایزم داره، جایزش هم چون این مرشد فقیره نور سنگی. من ترسید. تا من اینجام نترس، حواس دارم. یه نمایش حیرت انگیز براتون بدم. احتیاج به کرم شما، به کیسه پرفتوبت شما دارم. گر نداری معرفت ساکت نشین و دم مزن. گفتم نترس همشیره. شما ترس نکرد؟ اگه قرار بود بترسم اول از خود شما میترسیدم. آیون محترم هرچی مرد دستشو بکنه تو گیر پرفتوبتش و یه چیزی به ما کمک بکنه خدا عوضش بده آقا. ای بچه کبونی گرین زد یار بد بدتر بود. ببخشید این مارگیره؟ بله پس موشگیره داره مار میگیره بیاره. بازی آقا پیرمرد؟ بله ما پیرمرد هستیم که از چی نمیترسیم، حتی از مار و اسید. ببین اونم هم سن من. اما شما با اون پیرمرد خیلی فرق دارید. اون با جونش بازی میکنه و نون میخوره و عرق میریزه، شما تو همون بخور عرق. چرا گولم زدی و گفتی خانم چشمای منو در میاره؟ برای اینکه خودت باش بیای. آره برای اینکه این مادمازل نومزد منه، تو شما بخواید با کمال پر روی لقمش بکنی. اگه بازم بیای دنبال من همونجای زندونی میشی که دیشب بودی ها. راستی دیشب خوش جای شما خالی. راستی من از حرکت دیشب خودم معذرت میخوام چون نمیدونستم نامزد شما. حالا از شما خواهش میکنم چون ماشین من خالیه شما با هم بریم شیراز. بهتر از اتوبوسه، هم کیفش بیشتره هم حدتون با منه. بفرمایید بفرمایید آقای راننده چمدونای این خانم آقا رو بذار پایین. بفرمایید. مثل کنه به ما چسبیده. بریم چطور میشه؟ ببین جونم این خط عمرت خیلی طولانیه مثل خود من. 100 سال تموم عمر میکنی. اگه 150 سالت هم بشه باز خودم مخلصتم. حاضرم تمام عمر نوکری تو بکنم. برو خد و بالات برم من. آقای کفبی مثل که فرمودین خسته میخواد یه چند ساعت بخوابید اونجا. دورت بگردم. آخه 20 سلیقه آدم بغل دستی همچین نوبتی بشینه خوابش میبره. 2 تا بچه پیدا میکنه. اولیش مال منه اما دومیش هم انشالله مال خود من. تو ببینید سومی و چهارمیش هم مال خودت. یه بچه بهت نشون بدم که خودت حل بکن. صبر بکن. من هستش نه. تشنه من از تشنگی موت کرد. اجازه بده من خودم بشم من برم. نه این وظیفه منه. ای بچه سبونه بوده رو با هم ماشین یه بابای ازت دارم. ببینم ماشین شیراز چه وقت میرسن؟ اتوبوس ها همه رفتن فقط باریا و زغالیا. خیلی برو دنبال کاره. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi
per questo una cosa mi piace, quell'altra no. اولندش عاشقم برگی سوی همچون کمندش دومندش دوست دارم اون لبونه همچو قنده حواستو بده جلو ماشینتو بر اون چپه نشین دومندش حاضرم زنبور بشم دور لبونش اونم تخت جمشید ما چجوری تو جلد رفت بالا؟ قشنگه تا؟ بله خیلی قشنگه. آره خیلی قشنگ بود، اما حیف که من تو روزا نبودیم با چشم خودمون ببینیم. قشنگی عظمت اینجا رو جد آباد تو رومیای قدیم دیده بودم. اون مجسمه‌های سنگی رو تماشا بکن. اونا هزاران سردار اسیرن که از کشورهای مختلف با توفو پیشکش‌های گرون قیمت با سرفکنده خجالت از این پله‌ها بالا می‌رفتن و مثل موش می‌لرزن تا بتونن جلوی داریوش و خشایارشا پادشاه‌های بزرگ ایران زانو بدارن طلب بخشش بکنن. چرا اینجا خراب شد؟ خراب نشد، آتیشش زدن. کی آتش زد؟ یه مرد دیونه کله خشکی به نام اسکندر، یا به قول شما الکساندر. وقتی اون دیونه به ایران حمله کرد اینجا رو گرفت، یه ضعیفه هرجایی به نام تایس که رفیقه اسکندر بود اینجا رو به آتیش کشید. هرجایی و رفیقه چی هست؟ هرجایی یعنی هرجا میره دیگه، رفیقم یعنی مترس. فهمید. بله، تایس مترس پدرسوخته اسکندر خیلی خوشگل زیبا بود. شاید هم شکل تو بوده. بله. این گیسبریده وقتی عظمت زیبای تخت جمشید میبینه، مثل بعضی از زنها که نمیتونن بهتر از خودشونو ببینن، از دیدن اینجا سیماش قاطی میشه و از اسکندر میخواد که اینجا رو آتیش بزنه. اون نامرد الکلی هم بدون معطلی دستور افریت خانم اجرا میکنه و کاخره که تو دنیا لنگش پیدا نمیشده. خیلی ها گیره کردن دیگه فایده نداشت، حتی خود اسکندر. بحث دیگه، حالا برای من گیره کن که از کار زندگی بازم کردی و الاخون ملاخون شهرستونام کردی. آره بخند، تو با اون ضعیفه به دستوقه تایس زیاد فرقی نداری. مونتا اون تخت جمشید آتیش زد، تو داری من آتیش میزنی. نه من تایس نیست، من هست لوچیلا. من بناهای تاریکی دوست داشت. در روم پایتخت کشور من اینجور بناها زیاد هست، اما هیچ کدوم عظمت و غرور اینجا نداشت.
دیگه فکرشو نکن. بیاریم داره دیر میشه دم. من از تو خیلی ممنون که اینجا به من نشان داد. کاش زودتر نشونش داده بودم. وای اسکندر پیری اومدش. برو بریم بودم. چه؟ آقای ظاهربین از لطف شما متشکریم. ماشین شما سیاه ساله به پیوست تبدیل میشد. مرزنجوش و خانم حسرتی خانم حالا به دلت بیزارم. ببین پسر این زن و مردی که توی ماشین بودن نفهمیدی کجا رفتن؟ چرا دیدم مردشون رفتن اون بالا. اون بالا؟ بعد حساب بابا تو رو در بیار. بگم اینا کجا؟ از اون طرف رفتن. این آقلای بچه بالا سر من میداری؟ وایسا ببینم. اتوبوس ماشین تو رو خدا رو گردا ماشین. اینم دروازه قرآن شیرازه. زود باش همیشه جف پایین تا شیراز با تاکسی باید رفت. بی زحمت 2 ساعت هم وقت بیایی. یا خود سرکن یه بلای سرش بیاره. آی تاکسی یالا یه خورده تانتر برو به جان. دارم میرم دیگه بابا. به تانتر برو بیزن سر کار. نمی‌ذاری بابا موتور نمی‌کشه. نمی‌خواد پیاده شو. ایلا خب یالا بی بالا. دست پدرش هم بخوام. به جان یالا. خیلی خوب. ببخشید آقا 2 تا اتاق پهلو هم به ما بده. محسن چی کار میکنی؟ 2 اتاق لازم نیست، 1 اتاق بهتره. یه اتاق؟ نه دیگه اینجا اصفهان نیست. 2 تا اتاق میستونیم که راحت بتونیم بخوابیم. دیگه هم اینجا برن نگی مصلا. اصفهانی‌ها فهمیدن من مصلم، دیگه شیرازی اقلا نفهمم. بفرمایید اتاق شماره 17 و 18. لطفاً این ورقه رو پر کنید. این مال شماست؟ خواهش. اینم مال منه. به زحمت اون قلم بزنید. خودم دارم. میترسم پیش بیاد جامونو پیدا کنه. بهتره اسممون رو عوضی بنویسیم. تانتر باد دادم این نون نخوردی. یالا دیگه جون بکن. بهشم دیگه. عجب گرفتاری شده با. اگه ارده داری خودت بیا بزن. خودت بزن دیگه. این کاری نداره. کاری نداره خودت بزن. بگیر آسود باش یالا. تو منو بزن. پلو من بزن. بزن. پلو بزن. محکم بزن. محکم ده. خسته شدی. بس با خسته. برو اون برای قد در نزن. خیلی خوب بزن. پلو بزن. بردی شروع موتورتو موتور انداختی. عجب گرفتاری شدم ارث شهرساوا جلسات طلب کنه. نگردان ای داد موتوری هم رفت. موتور جونم الهی که قربون خودتو موتورت برم. نگردان وایسا با خط 11 بیا تا برسی به شیراز. یه باشید نگردان آقا خوش اومدید آقا. منم از زیاد خوش اومدید. چیکار هست خدمتتون آقا؟ بذار من از راه برسم آقا.
بفرمایید آقا. متشکرم. شما تنها تو این بیابون چیکار می‌کنین آقا؟ قالب گذاشتن آقا. چرا آقا؟ تا چشم کور شه آقا. درست آقا، باید کور بشه آقا. مردی که تنها مسافرت کنه آقا و زنشو همراه خودش نیاره آقا، بایدم تو بیابونا ویدونست. اگه شما بغبغوی خودتو با خودت آورده بودی آقا، الان مثل اون زن و شوهر با هم بغبغو می‌کردید آقا. بغبغو. چه دفتر قشنگی داره. حیف که مال من پرید آقا، و الا من و اونم الان با هم اینجا بغبغو می‌کردیم. داشتی بغبغوی شما کجاست؟ بغبغوی من یه گردن کلفتی خورش زد برده. باباشو در بیاره. مهم نیست آقا، مهم نیست. مال منم یه گردن کلفتی خورش زد. هم از من پولدارتر بود، هم جوونتر. اون گردن کلفتی که مال منو برد یک چی پول تو جیبش نداشت. یکی بیا فکرشو نکن آقا. بیا به یاد از دست رفته هامون، به یاد اون کفتره قشنگ خودمون با هم بغبغو کنیم. بغبغو 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 بغبغو. خیلی خوب بابا برم کن آقا، بغبغو کن. میگم برم کن آقا. بغبغو کن. بغبغو بغبغو آقا. بغبغو 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 بغبغو. آخه بی انصاف باد لاستیکی چرا کاری کردی؟ آخه نیاده اینجا چی شده آقا؟ بی زحمت این لاستیک رو عوضش کنی تا ما یه چند تا تلفن به دعوا باید. برو آقا. بله مرده ایرونیه، زنم خارجیه. همچه مسافری نداری؟ هتل سعدی رو بگیرم. متشکرم. خانمه قلمی و بلنده، موهاشم طلاییه. اون مردم گردنش کلفت، گردنشم تبر نمیزنه. نداری؟ آخه من تموم هتل‌ها رو گرفتم. تحت جمشید. متشکرم. بله چند ساعت قبل تشریف آوردن اینجا. اسمشون چیه؟ اون زنه لوچیلاست. آها. اسم مردم محسن. نشونیه که دادی تمام درست و صحیحه، ولی اسمشون درست نیست. اسم اون آقا مرزنجوشه، اسم اون خانمم سغرا خانم. خودشون. بفرمایید. ببخشید آقای مرزنجوش و سغرا خانم کدوم اتاق هستن؟ شماره 17 و 18. چون من خیلی با اونا دوستم، نزدیک اتاق اونا یه اتاق به من بدید، ضمن حساب اتاق اونا با من. بسیار خوب. والا یه اتاق روبروی اونها موجوده، اما 4 تخت است. 4 تخته؟ بله. 4 تخته میخوام چیکار کنم؟ هر شب روی تختش بخوابید. از راهنماییتون خیلی متشکرم. بسیار خوب. بگید چمدون رو من ببرن تو اتاق. ببخشید سغرا خانم مرزنجوش الان تو اتاقشونن؟ نه خیر قربان. یه چادر سیاه برای سغرا خانم تهیه کردن و رفتن شاه چراغ. شاه چراغ؟ بله. شاه چراغ بود کمرشون بزنه. موسیل شما چی گفت؟ دارم با شاه چراغ حرف میزنم. چی گفت؟ من گفت خدا تو رو از شر اون پیریه حفظ کرد. ای کوری حواست کجاست؟ یارو موقعش خراب است. صبح کاری اینجوری میاد. اینجا قبر یکی دیگه از شعرهای محبوب ایرانه، خواجه حافظ شیرازی. خواجه حافظ شیرازی؟ خواجه حافظ نه، خواجه حافظ. موسیل من خیلی گرسنه هست. گشنه نیست؟ میگم که عزیزم امشب غذا نخوریم، رژیم بگیریم. عادتمون خیلی چاق شده. خیلی خوب. امشب رژیم گرفتیم. باره که دختر خوابید. موسیل من جوراب نداشت، شما برای من گرفت، بعد پاپا به شما داد. اومدیم بهترش کنیم بدترش کردیم. خیلی خوب شما رفت هتل، من میرم بازار. جوراب برای شما گرفت، بعد پاپا یه کلا به من داد. مرسی. خب خدا رو شد که تنها سرخرم نیستش. برم. کی هست؟ پیش خدمت هست قربان. یک جو. سلام جونی. باز شما؟ آره جونم بازم من. مگه من شما رو فراموش کرد؟ تا کره مریخم بری دنبالت میام. بیای تو. بذارو میز. با اجازه شما میخوایم امشب شام رو با هم بخوریم. بفرمایید.
موسیقی رفت ساندویچ آورد من کرد. دختر تا کی بخوای ساندویچ بخوری؟ پوست و استخون شدی. جوجه کباب بخور. بیا بریم عزیزم. اینجا این جوجه کبابش خیلی عالیه. حالا وسط یه گیلاس مشروبم میریزم بخورم که کیف کن. بهت یخ بندازم وسط. اینم از اینم بازم که داری نگاه میکنی بخور. نه محسن عصبانی شد. نمیذارم محسن عصبانی بشه. برای اونم میذارم. فعلا گیلاس اولی رو بزن روشن بشی. دوتاییمون میخوریم به سلامتی محسن که میخوام سر به تنش نباشه. ببخشید کلید اتاق منو بدین. بله بفرمایید. یکی از دوستای شما هم اتاق شماره 15 هستن. یکی از دوستان من سراغ شما و اون خانم رو گرفته. اسما رو میدونه؟ بله گفت آقای مرزنجوش و صبر خانم کدوم اتاق هستن. منم گفتم اتاق 17 و 18. حتما پیریست. چه خوشگلی لوچینا، چه مقبولی لوچینا، دوست دارم لوچینا، قشنگتری از جینا، من عاشق تو هستم، رم کن به این مسکینا. ای یار نازنینا بیا پیشم بشینا، با موهای چینچینا برام بکن همچینا، چقدر خوبی لوچینا بیمان دیدی از اینا. چون پول طلا جواهر همه رو به کار میریزم، پارکم و باغم و کاخم و مالم و میزمش به تو عزیزم. پیرمرد ناقلا صاف اومده سوبر اتاق دختره اتاق گرفته. برات میگیرم ماچ بوست یه دونه به من اگه تو ندی میمیرم. من مرغ بریونت میدم. ای داده بیداد بعجز رفته تو اتاق دختره میدم لوچینا. اون محسن رو ولش بکن، ولش با مشکلش بکن، لعنت به اون ولش بکن لوچینا. اوقه باز کفدار. چه خوشگلی لوچینا، چه مقبولی لوچینا، دوست دارم لوچینا. پیری باجن چجور زده دختر رو دویده حساب؟ تو هستم را کن به این مسکینا. ای باجز ماچ بوست یه دونه به من اگه تو ندی میمیرم. ماچ بوست یه دونه به من اگه تو ندی میمیرم. ماچ بوست یه دونه به من اگه تو ندی میمیرم. الان دختره رو میخوره نشا. جواب مارچلو رو چی بدم؟ یک پدرزت درم که خودت حرف بکنی. نوشی جون بخور. هلو لوچیلا منم محسن برای شما جوراب خرید. الان خواست اومد اتاق شما. همین الان اومدم. خدا الان محسن اومد. من دعوا کرد. خواهش میکنم شما زود رفت. خیلی خوب هر وقت من میرم. خواهش میکنم بیرون. پسره ببین چجوری ای که من حروم کرد. چرا حالم میدی دیگه؟ من برمیگردم دوباره. آخه گردن کلفت گندرک نمیتونستی یه صد دیر طبیعی. به نصف شب مثل اجر معلق سر رسید. تازه داشتی کیک می‌کردیم. چیز عجیبه. تو کردی؟ تو اتاق چیکار داری؟ من اینجا اتاق خودمه. غلط کردی اومدی دزدی بکنی؟ من تو دزدی پدر تو در بیارم. اشتباه می‌کنی. الان پلیس خبر بکنه. غلط کردم. وایسا. راست میگی 14 است. عجب اشتباهی کردم. برم تا جای دزد منو نگرفتن تو اتاق خودم بگیرم بخوابم. وای عجب اشتباهی کردم. نمی‌تونم تو اینجا. دروغی پسته. نزنین. بگو ببینم تو اینجا
چیکار میکنی؟ ما خوششیم پس والا خودم نمیدونم. نمیدونین؟ یالا راستشو بگو والا خفت میکنم. شناختمت. تو همونی که تو اتوبوس مرتبا بغبغو میکردی. اون بغبغو بود. حالا من اتاقم رو اشتباه کردم. چه اشتباه بود؟ شما نیومدی رو دست من بخوابی. تو شست ناموسی خفت بابا. شما اشتباهی باید اتاق تو؟ مگه کوری نمرت نخوندی و اومدی تو ها؟ بگو ببینم مگه نمره نخوندی؟ خوندم اتاق شماره 15. 15 آها خوب بچتو گرفتم. بیا اگه سواد داری نمره اتاق یه دفعه دیگه بخون. یلا بیا ببینم. آقا جون یالا والا اگه اشتباه داری می‌کنی. نیست نمره اتاق بخون. اینجا اتاق خود منه شماره‌ش هم اینا 15. خیلی بدجنس و حقه باز چه منظوری اومدی تو اتاق من؟ آهای کجاست این متصدی هتل؟ بیا اینجا ببینم. متصدی کجاست؟ چی شد آقا؟ این احمق مردنی نصف شبی اومده تو اتاق پیش خانم بنده. خانم بنده هم الان از ترس افتاده کف اتاقو بیهوش شده. پس این پاسبان کجاست؟ کجا سر صدا نکنید. آقای مدیر اشتباه داره می‌کنه. عجیبیه. دلم خنک شد. آقا آزادن. بله ایشون آزادن میتونن برن. خداحافظ. این زن و شوهری که ضمانت منو کردن کیا هستن؟ غیر از من و لوچیلا مگه زن و شوهر دیگه هم سراغ داری؟ ای بدجنس حقه باز. حالا فهمیدم تمام این کرکا زیر سر توه. مخصوصا این بلاها رو سر آوردم که یه چشم درویش بکنی. فهمیدی؟ ما الان می‌خوایم بریم تهران. البته در خدمت شما. اگرم دوست نداری با اتوبوس میری. با این که ریختت بیزارم باشه تا تهران مهمون خودم باشه. اما برو کنار خودم پشت رول میشم که دیگه قالم نداری. برو کنار. اتفاقی اومد. والله. چه نگه داشتی؟ من تشنه بحثم که مرتب تشنه چی میخوری؟ پپسی کولا کاست. پپسی کولا کاست. موسه ها بی زحمت یک کم واسه من همون پپسی. آره. دو تا پپسی بده ببینم. چیزی بخوای عزیزم؟ من فقط مسهل کاست. موصل اینجا پیدا نمیشه. من غذا چی خوردی؟ مسهل. آها محسن میگی. همون بلایی که اون سر من آورد منم سرش آوردم. چیزی که عوض داره گله نداره. خب ناراحت نشو. همینجوری میشینیم تا محسن بیاد. بیا پایین. ببخشید توالت کجا؟ چی؟ مسترا رو میگه. اون طرف خانم. برو اون طرف. برو پسر چایی بیار. دو تا قنپلو بیار. همش تو فکر این گردن کلفته. آش سرم. من با داغ این دختره رو به دری موصل بزنم. بفرمای آقا. بسی با یکی از این قرصا اما نه با سه تا از این قرصا دختره کارش ساخت است. اون وقت میبرمش اونجا که عرب نیاد. یکی ناراحت نشو. تا چایی تو بخوری محسن پیداش میشه. دلت بخواد بریم رامسر گردش کنیم. رامسر؟ بله رامسر. اصفهان و شیراز در مقابل رامسر صفره. نمیدونی چقدر بهمون خوش میذاره. البته بدون محسنه. خیلی خوب آدرس نویش من اومد. چش رو کارت خودم مینویسم. به شرطی که تنهایی بیایی یا. سرم. چی شد؟
شد عزیزم؟ همینجا بخواب الان خوب میشه. قربون سرت برم. چی شد آقا؟ هیچی حالش به هم خورده. کمک کن بشونوش تو ماشین ببرمش دکتر. کجا جونم؟ کجا قربون خط بالا. بریم. هفتمند و هشتمندش سخت گشتم پای بنده نهمندش میرم امشب رک میگم خاطر خاتم من خاک فاتم من هوا خاتم من تا چه پیش آید میون نهمند و دهمنده اومدم. همه قهوه خونه رو بخواه بگردی؟ این آخریه. یه داچه غم پلوان بده به ما باز فهم حوصله داری. ببینم بچه یه پیرمرد با یه دختر خارجی اینجا نمیدن؟ بودن اما 2 ساعت پیش رفتن. مثل اینکه اون دختر خارجی هم حالش خوب نبود. حالش خوب نبود؟ راستی آقا یه کارت یه عینک تو دست اون دختره بود که اینجا جا گذاشته. جا گذاشته؟ برو بعدی ببینم. الان میارم. بفرمایید. رامسر نرسیده موتل خوب ظاهر صلاح بردارش رامسر. تلفن منزل و تلفن شرکت. اول باید سر به خونش بزن. گفتم آقا اینجا نیست. برای انجام چند تا معامله زمین به اصفهان رفتن. میدونم من خودم تو معاملهشون بودم، اما جمعون نکنم بتونن این زمینو بخرنش. خیلی اشکال داره. چرا؟ چه اشکالی داره؟ برای اینکه زمینش هم مرغوب است هم صاف و تمیز است، به درد آقا نمیخوره. من شوهرمو میشناسم. تو معامله زمین به قدری سمه که اگه متری 10,000 تومنم باشه حتما میخردش. میدونم مخصوصا این یه تیکه زمینو هر کجا میرفت شوهرتون راه میافتاد دنبالش. اصفهان، آباده، تخت جمشید، شیراز، آخرش هم بدون قباله تیکه زمینو با خودشون بردن. کدوم زمینو میگی؟ همین زمینی که شوهرتون میخواستن معامله بکنن. دست اولش 2 نبش دراز، اما پهناش یه خورده کمه. مثل که سیمات قاطی اصلا میفهمی چی داری میگی؟ بله خانم میفهمم. شوهر شما یه تیکه زمینو بدون اجازه صاحبش با خودشون برداشته برده. کدوم زمینو؟ زمین که بردنی نیست. زمینای امروزی هم بردنی است هم خوردنی. احمد چای نیامد. رو چی نشستم؟ بیا این دیوونه رو از اینجا بیرون کن. من دیونه نیستم خانم. دیونه شوهر شماست که به هوای خرید زمین استرو اومد اصفهان، شیراز دنبال دختر مردم، آخرش هم با دوز و کلک چنگ من قاپش زد و بردش اینجا. این کارت میشناسی؟ آره این کارت شوهر منه. اینم آدرس ویلای ما در کنار دریا. پس بدون که شوهر شما الان تو همین ویلا لب دریا مثل قرقی داره دنبال این تیکه زمین میدوید. اگرم دی برسیم ممکن است معامله زمینه تمومش بکنه. تا وایسه بگم جونه با وایسه گرفتمه عزیزم. چرا اینقدر داری میدوری؟ من نفسم بند اومد. تو اگه رضایت بدی من تمام زندگیمو به اسمت میکنم. شما برای من پدر هست نه شوهر. پس اجازه بده هم پدرت باشم هم شوهرت باشم. من نامزد داشت مارچلو. مارچلو کیه؟ تا زرش برو اینجاست مارچلو به چه دردت میخوره؟ این که ماشین خود آقاست درسته؟ آره. صدای ساز و ضربم که میشنویم بازم درسته؟ حالا بفهمیم تو. من عاشق تو هستم رحم کن به این مسکینا. ای یار نازنینا بیا پیشم بشینا، با موهای چینچینا بلا بکن همچینا، چقدر خوبی لوچینا بیمان بیدی از اینا. چون پول طلا جواهر همه رو به کار میریزم. وای 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 بابام در اومد لوچینا بده در بیارم. وای خدا جو به دادم بده. زمین که چی از جون شوهرم میخوایی ها؟ بیبی چرا چه مرموزه این که تقصیر نداره خانم کرمز خود درخته. برو جلو شوهرتو بگیر. پدرشو در میارم. برو درار.
من بخشید تو اگه بخوای به این آسونی گول بخوری یه دستی پیرمردای پولدار این شهر روز خوش نداری که. خب بس دیگه، گریه نکن. دیدی چه بلای به سرش آوردم؟ گریه نکن دیگه، بس گفتم بس. چه غلطی کردم؟ آبروم رفت. آی خدا جو یه از این غلطا رو بکنم. منو ببخشید. بونژورنو سینیور. بونژور سینیور. ببخشید، آیا دختری به نام لوچیلا کارو در این هتل زندگی میکنه؟ بله. من فرناندو کارو پدر اون هستم. امروز از ایتالیا اومدم. ولی تشریف بردن اصفهان. حتما همین امروز فردا برمیگردن. اوه اصفهان. ممکنه خواهش کنم به این شماره تلفن بزنین؟ 41807. آقای مهندس محسن مرزنجوش. بله من خودم هستم، مهندس محسن مرزنجوش. من فرناندو کارو پدر لوچیلا هستم. خواهش میکنم بیاین هر چه زودتر دختر منو تحویل بدین و جایزتون رو بگیرین. آقای فرناندو کارو پدر لوچیلا؟ بسیار خوب، همون هتل تشریف داشته باشین تا دختر شما رو بیارم تحویل بدم. چه ها؟ مری جون ما موفق شدیم، $10,000 رسید. سلام مهندس. مأموریت شمالی منم با موفقیت تموم شد، اما اگه دیگه 100,000 تومانم بدین دنبال اینجور مأموریت من نمیرم. لوچیلا کجاست؟ سوال تاکسی کردم رفت. چرا تنها فرستادی شوفل؟ بعد چیکارش بکنم؟ اصلا به من چه مربوطه؟ گور پدر مارچلو و مارپولو و باقالی پولو و زهر مارپولو اصلا داره کار به جای باره که میکشه. ضعیفه ناقص عقل یه دل نه 100 دل عاشق من شده، میخواد این جوون زن من بشه. منم بهش گفتم باید یه خود روش مطالعه بکنم. آقای مهندس تو رو خدا بذار من برم تو کارخونه سر کار و زندگیم، بقیه این فیلمو خودتون برید بازی بکنین. خیلی خوب، من و مهری میریم یه جا کار داریم، تو بشینم اینجا، هر کس من خواست 3 دیگه برمیگردیم. خیلی خوب. یه ساعت میام. لالی محسن تو اتاق منه، مواظب باش از اتاق نیاد بیرون. اگه خواست بره بیرون جلوشو بگیر. خداحافظ. زود برو پایین. چشم. ایوه آسانسور خراب شد. الو چی شد؟ یه ساعت معطلی داره تا درست بشه قربان. یه ساعت باید این تو بمونی؟ بعد کم 2 ساعت قربان. Mia carina, è Silvio. پلکتو نون پارله کنمه. باور کن وقتی فهمیدم مارچلو کارگر کارخونه خودمو خیلی دوست داری، از عمل خودم نسبت به تو پشیمونم. بلند شدم اومدم ایران که تو رو با خودم ببرم به ایتالیا تا هرچه زودتر با مارچلو عروسی کنی. مرسی پاپا، اما من دیگه روم نیومد. من اینجا در ایران عروسی کرد. چی؟ مگه تو نمیخوای با مارچلو عروسی کنی؟ من کاست عروسی کرد با موسیل. موسیل؟ موسیل کی؟ موسیل مرزنجوش، یک مرد خوب، یک مرد ایدئال. اون خیلی به من کمک کرد، من اون خیلی دوست داشت. موسیل مرزنجوش. خب اونم تو رو دوست داره؟ نمیدونم، ولی من خیلی اونو دوست داشت. موسیل مرزنجوش اون تو رو دوست نداره عزیزم. اون فقط $10,000 جایزه رو دوست داره. این تلگراف اون زده و خواسته که هرچه زودتر پولشو بهش بدم تا تو رو پس بگیرم. فهمیدی؟ این غیر ممکن است. باور نمی‌کنی؟ بشی بخون. و برای اینکه به تو ثابت بشه گفتم الان بیاد اینجا که جایزه‌شو بگیره. یه ساعت میام. بله مهندس محسن نه، کمک مهندس محسن مرزنجوشم. بیام هتل کنتیننتال؟ واجبه؟ چشم اومدم. من خواهم بیرون. بابا تو زبون داری؟
بده محسن جون، هر کجا رفتم بهم کاری ندادن. منم خودم رو زدم به لالی اینجا استخدام شدم. اما چرا خدا به مهندس چیزی نگی ها؟ خیلی خوب نمیگه همشم که تو هم راستش بگو. چرا نمیذاشتی من از اتاق برم بیرون؟ آقای مهندس دستور داده بودم. یعنی چی؟ نکنه یه کاسه زیر نیم کاسه هست. سلام ننه جون، قربون برم. سلام آبادی جونم. سلام همسایه بالا یا که اینجا. سلام علیکم. حالش ما چطوره؟ کی اومدی شما؟ هم حالا از اصفهان اومدیم. اول رفتیم خونه تو نبودی. اومدیم کارخونه تو رو ببینیم تا امروز تکلیف این دختره رو معلوم نکنی یا تو بمیری پا ما از اینجا بیرون نمی فهمیدی؟ آبروی دخترم تو تمام شهر رفته. دیگه کسی جرئت نمیکنه که بیاد خواستگاری دختر من. چرا؟ مگه دختر رو چه پیدا کرده؟ برای اینکه مادر خواهرتون به تمام در همسایه‌ها گفتن که من نامزد شما هستم. درسته داداش، تقصیر ما بوده. باید زودتر یه فکری برای این بکنیم. اینجا که نمیشه من براش فکر بکنم. هجله مجله‌ای نیست. فعلا زود برین خونه چای درست کنید. من یه کار دارم زود برمیگردم. بلکه یه خاکی به سرم بیارم بریزم. لالی یه تاکسی بگی نرمنا بفرستشون خونه. فهمیدی یالا؟ چشمم درویش کن به خار مادر من نگاه نکنی یا. تو میخوای با کسی عروسی کنی که نمیدونی چیکار است. با کسی عروسی کنی که مثل جیمز بوند در تعقیب تو بوده که بتونه جایزه از من بگیره. بیا تو. بونجورنو، یعنی سلام علیکم. با من فرمایش داشتین؟ این کلوفته چیه؟ چه کاری با آجایی من داشتین؟ تو خیلی بدجنس، خیلی احمق. دست شما درد نکنه. اینم ندیده بودین قابل نداشت. چون مثل یه دوست با من بازی کرد. گوش کن پسر، من فرناندو کارو پدر لوچیلا هستم. به محض اینکه تلگراف تو به من رسید من به تهران حرکت کردم. بیا بگیر، اینم جایزه ای تو. $10,000. پاپا به من داد. بگیر. این دفعات بدیم برای چند روزی که دنبال من بودی. حالا برو گم شو. نمیفهمم. این $10,000 چیه؟ من به چک شما احتیاج ندارم. شما باید فقط مخارجی رو که من برای دختر شما کردم پول به من داد. $10,000 چیه؟ کل حساب من با این دختر شما طبق صورت ریزی که نوشتم 948 مال 3010 هم هیچی. 948 هم به هم بده کارین. مگه نمیگفتی تو بخست پاپا داد؟ حالا پاپا اینجوری داد. $10,000 چیه؟ 948 منه بده برم دوباره کار زندگی. چرا موهاتون برده؟ اگه پولمو میدین بدین، اگه هم نمیدین جهنم فکر خورد. نده من گذشت میکنم. اسم شما چیه؟ بعد از این همه کتک تازه باید خودم معرفی بکنم. سلام علیکم، اسم من محسن مرزنجوشه. این تلگراف رو شما به من زدین؟ من غلط کردم به شما تلگراف زدم. راست حقیقتش اینه که یه هفته پیش مارچلو رفیق من از ایتالیا برام نوشت که لوچیلا نامزدم توی این هفته میاد ایران، مواظب باش گم نشه. منم چون مارچلو توی ایتالیا بهم خدمت کرده بود تصمیم گرفتم تلافی کنم و بهش یه خدمتی بکنم. رفتم فرودگاه لوچیلا خانم آوردم توی هتل. ایشون هم رفتن اصفهان و شیراز گردش. منم رفتم دنبالش گم نشه. وقتی که پولاش گم شد من شدم مادر حساب. اینم صورت حسابشه. طبق این صورت حساب بدین. اگرم نمیده خیالتون راحت باشه. نمیخوام. خداحافظ شما. آقا دماغ شما داره خون میاد. بهتره بشورین بعد برین. دستگال دختره دونست. دستت بشکنه ضعیفه. چجوری داری تو دماغم؟ سلام آقای فرناندو. سلام. من مهندس محسن مرزنجوش هستم. ایشون هم خانم بنده است. من تلگراف دادم گفتم تشریف بیارید دخترتون رو تحویل بگیرید. البته خیلی کوشش کردم که به دختر شما آسیبی نرسه چون همه جا مواظبش بودم. اصفهان، شیراز، سقف‌جمشید، شمال. خیلی از شما متشکرم. حالا لابد جایزتون رو میخوایم بله؟ اگه لطف کنید خیلی متشکرم. بسیار خوب. چک شما حاضره. فقط ممکنه شناسنامه‌تون رو من ببینم. شما فکر میکنید من مهندس محسن مرزنجوش نیستم؟ شک دارید؟ بله آقای مهندس. شک دارم. آخه 2 محسن مرزنجوش اینجا پیدا شده. یکی منم یکی هم شما. شما $10,000 میخواین، من 948 مال 3010 خوردش هم هیچی. 900 تموم. درسته؟ چرا اومدی اینجا؟ دوباره کارخونه. آخه اینا میخوام بفهمن من محسن مرزنجوشم یا شما. خب این که معلومه من محسن مرزنجوشم. پس من چی کارم؟ لابد منم شما. چرا همچی میکنی؟ خیلی خب میرم. آقای محسن مرزنجوش خداحافظ شما. من با ایشون کار دارم. شما صبر کن. پس اسم ایشون محسنه بله؟ بله کاملا هم مرزنجوشه. خب عیبی نداره عوضی گفتن. بدجوری خیت کردیم. خب من همه چیز فهمیدم و محسن حقیقی رم شناختم.
آقای مهندس گمان نکنم دیگه وجود شما اینجا لازم باشه. بله ببریم. سلام. حق به حقدار میرسه. بفرمایید اینم جایزه شما. بازم چه میخواین جایزه رو به من بدین؟ نکنه چک قلابی خودم قالبش کنه. ببخشید آقای محترم، یه دفعه گفتم این زحمت من فقط به خاطر مارچلا دوستم کشیدم. حتی به خاطرش از خیر 948 تومن 3018 خودم چه خرج لوچیلا خانم کردم گذاشتم، چون مارچلو حق به گردن من داره. فهمیدی؟ چاو چاو چاو. پاپا نزده. گریه نکن دخترم، من همونطوری این مرد رو شناختم که تو شناخته بودی. هر طور میل تو باشه به من بگو تا عمل کنم، حتی عروسی شما 2 نفر. محسن، من از عمل خودم پشیمونم. من دلم میخواد منو ببخشی. باشه. منم از اینکه تو جشن عروسی شما شرکت میکنم خیلی خوشحالم. کدوم عروسی؟ من فعلا دارم کمکی کار میکنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من مجبور شدم این لباس رو بپوشم. این عروس مال مارچلو رفیق منه. فهمیدی؟ نمیفهمم. خودم نمیفهمم. بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی. برو کلو به عروس داماد. امیدوارم این گل رو سنگ مبارکتون باشه. دست رو عرض کنه. برو ببوسش. چشم. تو ببوسش. خیلی خوب. یه بابایی ازت در را که خودت هست کنی. همون داماد کافی بود. آخه نمیشه یکی رو بوسید یکی رو نبوسید، این دلخور میشه. دلخور نمیشه، بیا بشین سر جا. چشات در میارم. محسن رفقا منتظرن که هرچه زودتر عروس ببوسی. صبر کن آقا بیاد خودت رو بخونه اون وقت. اینا خارجی هن، مهم نیست. اتفاقا برای من که مسلمونم خیلی مهمه. آقای زاربین شما بهشون بگید. به عقیده منم تا آقا سیغه رو جاری نکنه بوسیدن صحیح نیست. مخصوصا این نباید اینه ببوسه. اگر ببوسیش قیمه و قربت. عروس و دوماد ببوسن. 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 یالا ببوسید، همه منتظرن. ببوسن. لا اله. لوچیلا! مارچلو. حالا شدیم 3 دل یه دل با. دختره بیچشم رو، نمیدونستم تو هم مثل پدرت سنگ دل و بیرحمی. نمیدونستم قلب نداری. روزی که از ایتالیا فرار کردی قسم خوردی جز من زن هیچ کس دیگه ای نشی. اما حالا فهمیدم تو هم مثل بعضی زنا سراپا دروغ و تصویره و من سادل و گول چرب زبونیای تو رو خوردم. منو فریب بدی اومدی ایران زن رفیقم شدی. توف به تو. کاش میتونستم با این پنجه هم هر دوتاتون رو خفه میکردم. مارچلو دوست من گوش کن تا حقیقت من برات بگم. خفه شدم. من ننگ دارم از داشتن دوستی مثل تو. این دهن کسی بیتو بذاری که جونش کرد. نیست خوش رو بر خودت جون. باری کلا بکشه. خیانت ها گم شو. گوش کن ببین موسیقی تو هم مارچلو کودک بر. آخه اون رفیق منه، مهمون ما. خیلی خوب، برای چه فکر نکنی بیورزم الان ازدواج میکنم. ملاحظه فرمودین؟ بلند شو مارچلو. مارچلو ای وای. مارچلو جونم. مارچلو جونم. چه شد؟ من شوخی کردم. به خدا من شوخی کردم. بلند شو. آخه تو زیادی خودت لوس کرده بودی. اون چیز که عوض داره گله نداره. ای وای. خب یه خود آب بزن تو صورتش. دیگه بلند شو، حالت خوب شد. بلند شو. سلام علیکم. حالا گوش کن تا حقیقت برات بگم. خیلی اگه من میخواستم با لوچیلا عروسی کنم هیچ وقت تلگراف نزدم تو بلند شی بیا اینجا. اینقدر این دست اون دست کردم تا اومدی. حالا ملتفت شدی؟ تو به مارچلو تلگراف زد؟ آره من تلگراف دادم، برای که من هیچ وقت تو رو دوست نداشت، برای که من زن فرنگی نخواست، برای که تو زشتی، تو بد ترکیبی، تو قدت درازت مثل نردبون دوزا میمونی.
خاک بر اون سر بی سلیقت کن. تو دیگه خفه شو. محسن من تو رو خیلی دوست داشت. اما من تو دوست نداشت. من با تو عروسی نکرد. لوچیلا تو خونه من خوشبخت نشد، بدبخت شد. اخلاق ما ایرونیا با شما فرنگی خیلی فرق داشت. من با تو هر شب دعوا کرد، هر شب تو رو کتک زد، نصف شب تو رو از خونه لخت و پتی بیرون کرد. فهمیدی؟ خیلی خوبه. من تو خیلی دوست داشت. اصلا میدونی چیه؟ من زن داشت، زنم هم خیلی دوست داشت. یه موشم نمیدم 100 تا مثل تو رو بسونم. فهمیدی؟ خیلی خوب. بازم تو رو دوست داشت. بازم غلط میکنی؟ زنه به هیچ صراط مستقیم نیست. خیلی خوب، پس حاضری با زن من توی خونه زندگی بکنی؟ بله البته. باله و هناق. حاضری سر یه سفره با زن من غذا بخوری؟ بله. حاضری با من و ننم و زنم توی اتاق زندگی بکنی؟ محسن خیلی خوبه. ما چرا تو با کی میخوای عروسی بکنی؟ اینم میخنده. ببینم همشیره، تو مخت خرابه. بالا خونه رو اجاره دادی؟ بله اجاره داد. خیلی خوب، همین الان عاقلت بکنم. صبر کن، بیاین تو ببینم. سلام ننه جونم. سلام، خیلی خوش اومدید آباجی. خیلی خوش اومدید. موش بخورید. سلام خانم، خیلی خوش اومدید. میبینی لوچیلا، این زن منه. دیدی دروغ نگفتم؟ میبینی هم از تو خوشگل‌تره هم کوتاه‌تره. قربونش هم میرم، پیشمارگش هم میشم. من از اینجا رفت. من باید رفت ایتالیا. خیلی خوب، بیا بریم مارچلو. محسن نمیدونم با چه زبانی ازت عذرخواهی کنم. با زبون ایتالیایی. برو دنبالش. برو. از این کارت خوشم اومد، چون اگه با اون لوچیلا عروسی کرده بودی یا بالاخره زهرمو بهت میریختم. اما حالا حاضرم خودم تو عروسی برقصم. حالا چرا اینقدر به مادر من نگاه میکنی؟ مادرته؟ پس لوچیلاست. چه خوشگلی لوچینا، چه مقبولی لوچینا، دوست دارم لوچینا، قشنگتری از اینا. من عاشق تو هستم، را کن به این مسکینا. محسن راست میگفت دخترم، تو بین اونا غریبه هستی. آشنایی تو اونجا واسه ماچ بوست یه دونه به من اگه تو ندی میمیرم. ماچ بوست. وای 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 وای. چه خوشگلینا، چه مقبولی لوچینا، دوست دارم لوچینا، قشنگتری. در نقش عجل و در فیلم عجل معلق. سلام آقای عجل. این دختر مخفیگر، سیمین بر و پرزور و در یک روز مثل عجل معلق شفرم محکم خورد تو سر آقای عجل. احمق بیشور. با خودت یه جد آبادت، جیرم گرفتی تازه فوشم میگی. اگه اینجور تصادفا برای هر کس ناراحتی و مرگ به دنبال داره، اگه بیوفایی و جفای معشوقه غم و اندوه برای عاشق سینه چاک میاره، برای آقای عجل چیزهای خوب برمغان برد. بله، آقای عجل در جریان این بدبیاری بوی سکس و پول به مشامش خورد و دست بردار نبود که نبود. بیا این 500 تومن پول دوچرخه و نسخت. دکترم که مجانیه. بازم حرفی داری؟ خانم با ماشین تو من ازدی گرفتید، نامزدتونم نامزد منو خور زده برده 500 تومن. بابت نامزدم خودش 5000 تومن میشه. از قدیم گفتن سبویی بشکد مستی بریزد، جهان گردد به کام. بله دیگه. بیا بیکرمو ببین. بای بای بای. تن مرمرمو ببین. بای بای بای. بیا لبهای مثل لبخنده، مثل شکرمو ببین.
خواهش میکنم این مطلب سری پیش خودتون بمونه. عجل معلق شیرین‌ترین و خنده‌دارترین داستانی است که تاکنون به صورت فیلم درآمده و شما با تماشای این فیلم فرصت خواهید یافت که از آقای عجل خیلی چیزهای تازه یاد بگیرید. مثلا اگر روزی یک مار اومد سراغ یار، اون هم یک مار نابکار که میخواست نیش بزنه به عضوی از اعضای دلدار، دستور اول آماده برای جنگ، دستور دوم سر مار بکوبید به سنگ، دستور سوم یک لبخند قشنگ و بعد 1000 کلک و رنگ. چشم آقا، عروسی میکنم. متشکرم آقای عجل، متشکرم. مهم نیست. اصلا چرا زودتر نگفتید؟ من که ازم کم نمیمد. اگه بکشی من فایده نداره. اصلا از کجا معلوم بچهش مال خودت تو نباشه. و اگه روزی یک جهان جدید پاش به زندگی عشقی شما رسید، اون هم یک جهان ناغلا و فکر ناجنس و پلید، برای نشون دادن غیرت یک فرش او رو بزنید، بعد از در او رو آویزون کنید، سپس حلقه ازدواج در گردنش اندازید، ببخشید در انگشتش کنید. این فیلمی است دیگر از وحدت که به شیوه آثار پیشینش به خاطر جذابیت و شگفتی و نوآوری از آثار موفق سینما خواهد شد. عجله معلق با هنرنمایی وحدت، شیلا، افسون، دو چهره جدید، فروزش، مهران، همراه با محمد علی رجایی و هوشنگ بهشتی. آقای عجل، مگه عجل رسیده؟ من خودم عجلم. عجل معلق، یک فیلم و یک اثر چشمگیر دیگر از وحدت، کارگردانی که با خلق شاهکارهای کمدی انتقادی تبخری خاص یافته، اکنون در اوج هنرنمایی‌های خود با آمیختن نبوغ باری و کارگردانی اثری متفاوت و دیگرگون تقدیم می‌کند. عجل معلق. در صفحه حوادث مطبوعات مهم کشور به زودی این خبر مهم را خواهید خواند: یک مرد فداکار برای نجات یک دختر خود را فدا کرد. و در فردای آن روز در شماره بعد همان روزنامه این خبر را خواهید خواند: چگونه آن مرد فداکار به سزای اعمال خود رسید و طوق رحمت بر گردنش افتاد. خدا هم برشم بده. چرا شکم آقا دید انقدر قلمبه؟ دیدینی؟ زنبور زده، زنبور گزیده. ولی تماشاچیان محترم، باید بدونید حقیقت ماجرا چیزی غیر از اینها. این مرد به خاطر زرنگی‌های خاص خودش، به خاطر اینکه بارها و بارها دنبه رو گذاشتن جلوش و گفته پیپ 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 بو میده، به خاطر اینکه سالهای ساله که آشهای داغ داغ میخوره ولی هیچ وقت دهنش نسوخته، در بعضی محافل شهرتی به هم زده و کارش به جایی رسیده که اونو برای مدتی کوتاه و برای انجام بعضی کارها کرایه میکنن. خیلی ها میگن که اون دوای 77 درده. پس شما منو کرایه میکنین؟ خب فرض کنین اینطور باشه. پس یه انگشتر و دستبند و ساعت فعلا پیش کرایه. شما قرض نداری؟ برای خنداندن مردم، برای سرگرمی و فرار از غم و غصه ها راههای زیادی وجود داره، ولی وحدت هنرمند محبوب و مشهور تئاتر و سینما همیشه سلیقه به خرج داده و سریعترین، مهیج‌ترین، قشنگترین و لطیفترین راهها رو انتخاب کرده. و اکنون فرصتی است تا جدیدترین فیلم او را ببینید با نام شوهر کرایه‌ای. چطور نشی داری؟ شما نرگس خانومی؟ من از کجا میشناسی؟ خب که میشناسم روشی. پس چرا زودتر نمیای با هم صحبت کنی؟ میام، اما من 4 تا زن دارم. خاک بر سرت. قد کردم، قش کردم. وحدت توی این فیلم در نقش مردی ظاهر میشه که نامزدش و مردی مثل اصغر آقای گل از راه راستی برده تو راههای کچکچ. گلی به جمال اصغر آقای گل. بدبخت در خودت سالها معشوقه منه، شب و روز تو بغل منه. ابراهیم تازم راست بگه؟ آره عزیزم. خوش پسرت عزیزم. از جمله برادران خشن و متعصب این دو دختر ترشیده و خونه مونده که از بیشوهری ناچار شدن شوهر کرایه کنن. شوهر میخوام؟ دلم واسه یه شوهر جوون و خوشگل نگزده. بابا تا این لحظه به ما بدی کرده، کلک زده. در فیلم شوهر کرایه‌ای خنده‌دارترین قسمت‌هاش جایی که اونها به شدت گریه میکنن، چون گریهشون واسه یه شوهره. اونم چه شوهری؟ شوهر کرایه‌ای. ببین خانم
آره ماها که اون روزا تا شب عروسی نمیدونستیم چه قول قشنگی میخواد بیاد یخمونو بگیره. والا من همونم که همشیره شما هنگامه رو بردم. نصرت الله وحدت با توجه به استقبال خانواده ها از فیلم ها و از داستان های انتخابیش این بار یکی دیگر از مشکلات همیشگی رو در قالب شوخی و طنز به روی پرده میاره. تو سراب مرن و مرن دادن. داستان دخترانی که تو زندگی یه خورده عجله میکنن. داستان مردایی که اگه دستشون برسه به بعضی چیزا میگن هر چه بادا باد. ماشاءالله هزار ماشاءالله. میدونی این طرفا چه خبری ساعت نگاه کن. و داستان مادرانی که دلشون واسه تنهایی بچه هاشون خیلی میسوزه. نه داشت من اینجا وایزاده این که ما نمیتونه هیچ غلطی بکنه میگه بخورش. شوهر کرانگه‌ای، یک ایفای نقش دیگر از وحدت. در کنار او چهره زیبا و دوست داشتنی ژاله کریمی همراه با آرمان، اصغر سمسارزاده، منوچهر پور احمد، دامی، ساغر و شیراندامون. تو فروتیت نادری سر پا. عوض این حرفجی ها خوبه یه فکری برای این تورسگی که تو شکمم گذاشته ما کنی. نگفتم نکنم چین تا نشم چین. شوهر کرایه‌ای تنها موردی است که مال الاجاره رو خود مالک میده و تازه مستاجر 2 قرط و نیمش هم باقیه. شوهر کرایه‌ای، تهیه کننده و کارگردان نصرت الله وحدت، مدیر فیلم بهاری عزیز رفیعی، محصول استودیو